الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان و دوستان، مخلصان و همه ملت مسلمه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواستم درسی را امروز به محضر شما پیشکش نمایم و ارائه کنم. اون یک درس بسیار مهمی هست. او درس ای است که ما در عالم دنیا زندگی میکنیم و در نتیجه از دنیا رخت سفر میبندیم و رحلت میکنیم و در عالم برزخ و آخرت بالاخره میریم و در روز آخرت باید کارهایی را انجام بدیم که اون کارها بعد از مرگ ما در آخرت پاداشتش به ما برسد. در این رابطه موضوعی را به محضر شما ارائه خواهم کرد. حضرت ابی امامه باهلی رحمت الله علیه از نبی کریم صلی الله علیه و سلم حدیث روایت دارند که 4 گونه مردمان پاداشتشان، ثوابشان بعد از مردنشان هم ادامه دارد. موضوع همین است. یعنی 4 گونه مردم، 4 قسم مردم، 4 شخص از مردمان بعد از مرگشان هم ثوابش برشان میرسه. در عالم آخرت پاداشتشان برشان میرسه. اول شخصی که مسلمانی که در لشکرگاه مجاهدین بمیرد، این شخص مجاهد از نوامیس ملت دفاع میکند، در سنگر با یهود، نصارا، بیدینا، مشرکان، مرتدین می جنگند و در نتیجه مجاهد شهید میشه یا به خاطر سر مال و اموال و ناموس فامیلش دشمن میآید با او می جنگد، دزد میآید و می جنگد. هر کسی که در لشکر مجاهدین و به خاطر دفاع ناموس و نفس و خانه و عدش می جنگد و شهید میشه، اولین کسی که ثوابش بعد از مرگ برش میرسه ثواب شهادتش مجاهدین و مسلمانی که در برابر دفاع حق شهید شود. یک گروه. دوم کسی که علم را فرا گرفته، علم را آموخته، علم را یاد گرفته و به دیگران یاد داده. معلمین و مبلغین و مدرسینی که درس خواندن، درس را یاد گرفتن و به مردم آموختاندن و به اولادای مردم تربیت کردن و خودش هم بمون عمل کرد، بعد از مرگ همین استاد دانشگاه، استاد مدرسه، استاد اولادای مردم اگر از دنیا بروند، ثواب درس و تعلیم و تربیه فرزندان مردم را الله اجرش در آخرت برش میده. دو کسی که بعد از مرگ ثواب میچشن، پاداشتش برش میرسه. سوم کسی که ثروت دارد، کسی که سرمایه دارد، کسانی که پیسه دارد، پول و مادیات دارد و از ثروت خود صدقه جاریه میکشه، مدرسه جور میکنن، مسجد جور میکنن، پل و پلچک جور میکنن، جویهای آب، پمپه های آب را جاری میکند، صدقهش ثوابش بعد از مردن به می تاجر، به می ثروتدار میرسه. سوم کسی که گفتم ثوابش بعد از مردنش برش جاری هست، ثروتمند و پیسه‌دار و پولداری که صدقه جاریه در دنیا ساختن، مسجد ساختن و خودش وفات کرده و ثوابش برش میرسه. چهارم کسی که بعد از مردنشان هم ثواب برش میرسه، قطع نمیشه، جریان داره.
کسی است که اولاد نیک در دنیا گذاشته، اولاد با تربیه به دنیا گذاشته، اولاد دانشمند به دنیا گذاشته، اولاد حافظ قرآن تربیه کرده، اولادهای با تقوا به دنیا گذاشته. هر پدری که اولاد نیک به دنیا گذاشته و خودشان وفات کرده و همین اولاد صالح در حق پدر دعا میکنه، در حق پدر دعای خیر میکنه. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این دعای فرزند در حق پدر و مادر است. چهارم کسی که بعد از مرگ پاداشت و ثوابش خداوند در آخرت، در برزخ، در قبر برش میرسانه، همان کسی است که در زندگی امورات دنیویش فرزند با ادب تربیه کرده، فرزند با دین و با تقوا، چه دختر و چه بچه. بعد از مرگ پدر ثواب عمل نیک همین فرزند و فرزند با ادبش الله متعال به آخرت به برزخ برش ثواب میرسانه. 4 کس بعد از مرگ ثوابش میرسه. چهارمش پدرانی که اولادای با تربیه و با ادب تربیه کرده، ولیکن همین اولاد بعد از مرگ پدر در حق پدر دعا میکنه، در حق پدر دعا میکنه و پدر در حقش دعای مغفرت از الله میخواه، قرآن و تلاوت ها میکنن و خلاصه در دعاهای خود پدر را یاد میکنه. این 4 کس بعد از مرگشم پاداشت خود میگیرن، ثواب خود میچشن، سهولت های خود را میبینن. اولش کسی که در سنگر جهاد شهید میشه، دومش کسی که می آموزد علم را به دیگران می آموزاند، سومش کسی که صدقه جاریه از ثروت و پول حلال به مردم، به ملت، به خیرخواهی مردم جاری میکند. چهارمش کسانی که در زندگیش اولاد صالح و با تربیه گذاشته و پدر رفته. اولادی که با تربیه باشد ثوابش به پدر میرسه. حضرت عیسی علیه نبی السلام میگه زگرا تیر میشد، با مکشف القبور که داشت مرده را به عذاب دید و چند لحظه بعد تیر شد که مرده را به راحتی دید. به پروردگار مناجات و تماس گرفت، با پروردگار دعا کرد، پروردگار برش وحی الهام کرد. حضرت عیسی علیه السلام سوال کرد که من لحظات و روزهای قبل تیر شدم، مرده به عذاب بود، حالا پس می مرده راحت است، حکمت چیست؟ پروردگار گفت لحظات یا روزهایی که تو از این مقبره تیر شدی و ای را به عذاب دیدی، این گناهکار بود و چند روز بعد یا ماه یا سال بعد که تیر شدی، این یک فرزند داشت، فرزند از این دگب آمده بود، خودش مرده بود، بچهش در دنیا مانده بود. خانمی همین مرده او بچه را با تربیه در مسجد، در مدرسه به دین تربیه کرده بود. یک بسم الله الرحمن الرحیم و کلمه توحید برش یاد دادن. خواندن همون کلمه و همون عمل صالح همون فرزندش ثوابش پروردگار قبول کرد و برکت فرزند نیکش عذاب را از پدر تخفیف کرد. بنابراین کوشش کنیم که این 4 مرحله که بعد از مرگ ما زندگی بی پایان در آخرت داریم که هیچ پایان نداره زندگی آخرت، بیاییم کشتی را بکنیم که در آخرت دوامدار ثواب و پاداشت و اجرش را بچشیم.